نه فکر نکنم جاشه. اعضای دل عرض سلام، خسته نباشید دارم خدمت همه شما. انشالله که خوب و خوش سر حال باشین در هر گوشه کنار که هستین. خوش آمدین به امروز ویلاگ فامیل حیدری. ما بخیر امروز دیگه روان شدیم، ما ایسته بریم بخیر طرف میدانوی. ساعتم 6 صبح میشه دیگه، ساعت 8:40 پرواز داریم بخیر بریم پس طرف شهر از خود دیگه، طرف کشور از خود طرف آلمان دیگه. ایسته وسایل رو بخیر جمع مونیم. البته من از خود جمع کردم، دیگر هم از خود جمع کیده دیگه. بخیر ریم بشیم بیرون بشیم دیگه، برای علی لالایم بخیر بریم طرف میدانوی. از دل با امروز ویلاگ ما دیگه ما رو همراهی کنین. کلی خانه بگیرم که واسه که فراموش نکنم. کلی خانه ما خود پاس می‌بریم. داری بخیر. داری بخیر، داری بخیر. دور تا جان دیگه. جان خداحافظ دیگه. خداحافظ. سلام بگم دیگه. سلامت خوب باشین. لیلا چند روز ماندیم؟ نیازم هیچ فهمیده نشد نه نه خیلی خوش داشتید. آنجا خوش دیر شد یا نه؟ زیاد کم. جان چند روز ماندیم هیچ فهمیده نشد نه؟ تقریبا یک 8-9 روز ماندیم دیگه. هیچ 8 روز ماندیم فهمیده نشد. خانه جانم خواهیش ندیدیم. خانم خواهیش ندیدیم. دیگه نه دیگه، او اگر بال میکردی دیگه او کلی گیر ناراحت میکرد. من خداحافظی خیلی شب همراه شدیم تمام کردم. یک چند نفر در بغل گرفتم، یک ماش کردم. حالا از این حال از خواب بالش نبیه که کایی میگوشه شد. تقریبا خیلی ریدی در بغل. نه فکر نکنم جاشه. ای کلیسه فوتا مصد نیه؟ موتر علی برارم ماشاءالله دکنیش خود زیاد جای داره دیگه. دیگه چیز دام داره لپشز. بریم دیگه بخیر بریم. یه دیسکاول ما رو بیدی بکنم؟ نه اون پشتون پردک نیست. پشتر جایش رو داد چند رو بچه. یک صلوات محمدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشالله که در وقت خوشی دفعت جمعی باز دوباره دیگر بگیرمی انشالله انشالله انشالله. حالا خوب
بهتر میشستیم خوش میگذشتیم. نه داشتم خیلی خوشتر شد. هیچ فهمیدش نشد. آه دیگه همه میگم نه هیچ فایده نشد. خیلی میشستیم خوش نمیشد. هوا مثلا دیگه چند روز آینده بود گرم 30 درجه قشنگ همش در مدت به آب موجه دیگه گرید و آب بازی خوب جایی بودم جان. خوب بود. ماشاءالله خوب زیاد هفته گرفتیم دیگه. خیلی دیگه از ویتامین دی دیگه فول شده. فول شدن دیگه کمبودیش ننیم چطور؟ بس تابستان سویدن خیلی جالبه نه؟ شب و روز تقریبا اینمی رقمه دیگه هیچ فهمیدن نمیشه. عمل گرده ترک شد. ساعتای یک دو بجه شب اگه 12 به شب اینا رو اگر سعی ببینیم یک خیلی کم اگر تاریک تر باشه خیلی کم اصلا تو به شب باید بخیر از ما داشته میشه ساعتی 12 و یک بجه اگر کمتری شده. ما که از آلمان آمدیم ساعتی چند بود؟ 9:35 خود دوباره 9:40 دقیقه شب بود نه؟ تاریک بود هوا. این ساعت 11 و 15 دقیقه رسیدیم روشن. فکر میکردیم صبح. خب بیننده عزیز ما بخیر در میدانایی رسیدیم دیگه پیش میدانایی هستیم بالا نوشته است دیگه آرلاندا ترمینال 5 دیگه بخیر وسایل رو پایین کنیم و بریم داخل و بوردینگ پاس اینا رو بگیریم دیگه باز بخیر بریم دیگه سالن انتظار تا بشینیم بخیر ساعت 8:40 گیت ما باشه و بریم بخیر داخل طیاره. دوستان عزیز دیگه خداحافظی بنده علی بیرارم رسیدن نکنم رو خمیدن هوایی رسان دیگه ما موریم داخل خداحافظی نیم علی جانم بره خانه. با تو نه خداحافظی کنیم لالای دیگه تو برو بخیر که دیر نشسته. نمیشه باید بس جانم هستیم دیگه چاو خدا یارتان دیگه هستیم باز میبینیم
مشکل گریه نکنی. بگه سعی قرار نکنی ها. مشکل گریه نکنی. خداحافظ الله. خداحافظ. خب عزیزای گل ما بخیر پایان شدیم دیگه از طیاره فعلا داخل میدانهای برلین هستیم براندنبورگ فلوگهافن دیگه میدانهای براندنبورگ برلین هستیم دیگه جمع است فعلا دیگه کلی اینجا است دیگه ایسا بخیر از اینجا خارج میشیم و بریم بخیر البته فکر کنم چیست این راهنمایی هم میزنه دیگه باید بریم پایین اسبان رو باید بگیریم بخیر بریم داخل چی میگن داخل خود شهر برلین باز آره دیگه باز از اینجا باز دوباره بخیر قطار میگیریم بریم طرف خونه آتشان چطور بود سفر؟ سفر خوب بود خیلی عالی بود و رفتیم بخیر در سوئد از سوئد پس دوباره برگشتیم در برلین خان حالی در میدانهای برلینی بخیر بریم سن طرف خانه بخیر خانه بریم دیگه بسیار عالی امیدوارم که میگم بلدت خوش گذشته باشه تیجان نه خیلی خوش گذشت از بچه خود دیدن کدی از نوسه از عروس خود دیدن کدی نه فکر کنم خیلی خوش گذشت آره حتما چرنده انشالله که برای همه خوش بگذره آره بر همه خوش گذشت تیجان نه کسانی که مسافرت رفتن میگیم برای همه خوش بگذره آره کسایی که مسافرت رفته آره تیجان دیگه برای همه که خوش بگذره خب این قسمت هم نگه داغ چون کاکای خواه هستن چطور بود؟ سفر چطور بود؟ دیخ نشده؟ کم دیخ شدم کم بلندتر صحبت کن کم دیخ شده؟ خیر است دیگه علاج نداره آدم دیخ میشه وقتی دیگه بعضی ها که میبینن خصوصا اعضای خانواده رو میبینن و دیگه یک چند روز کنارش هست و طرف مورن میگردن خوش میگذرن آدم دیق میشه خواه خیر باشه دیگه Nächste Station, Janowitz-Brücke. Übergang zur Bahnlinie 8. Ja, vielleicht machen sie das auch weiter als Metallbau.